عید سید رمضان در جمهوری تاجیکستان روز یکشنبه سنه 24 مای تجلیل کرده می شود. در این باره قرار مخصوص شورای علمای مرکزی اسلامی جمهوری تاجیکستان به توصیف رسیده است. همچنین در قرار مذکور آمده است که هر یک نمازگزار وقتی نماز عید در منزل خود به ذکر و نیایش و درود و دعا مشغول شود. این عمل به خاطر پیشگیری از پهنشوی کووید 19 راه اندازی کرده شد. ماه مبارک رمضان با آخر رسیده استادند. موافقی قرار شورای علمای جمهوری عید سعید فطر روز یکشنبه 24 همین ماه انشاءالله تجلیل می‌گردد. به مناسبت این عید مبارک همه شمایان را مبارکباد میگویم. البته عید امساله از عیدهای گذشته فرق دارد. موافق شریعت هر سال ما نماز می‌خواندیم، نماز عید با جماعت می‌خواندیم. پیش از عید روزهای عرفه به فاتحه خوانی می‌رفتیم، به قبرستان ها می‌رفتیم. همه آن امسال دیگر چیزا طلب می‌کند. یعنی شرایط امروز دیگر است و همگان معلوم است که دین مبین اسلام از همه چیز مهم این هم باشد سلامتی مردم است. باید ما آن را احتیاط کنیم. بیماری کووید 19 که در تمام دنیا حاضر هست، از آن جمله در تاجیکستان است، برای همین هم نمازها، یعنی نماز 5 وقته، نماز جمعه، حتی نماز تراویح در ماه مبارک رمضان در مسجدها برپا نگردید. در خانه ها تنها آن را ادا کردیم. بنا به اطلاع رئیس شورای علمای دین ولایت سوخت حاجی حسین موسی‌زاده، نماز عید در روز عید سید رمضان در خانه تلاوت کرده می شود. همچنین او به طور آنلاین گذاشتن نماز را جایز ندانست. وقتی که نماز عید برپا می شد، یعنی ساعت 6 تا ساعت 7 پگاهی روز عید، همه در خانه ها نشسته تلاوت میکنند، ذکر میکنند. یعنی نماز معین نیست. بعضی ها میپرسند که با طریق آنلاین در مذهب ما، در مذهب امام اعظم، با طریق آنلاین خواندن نماز جمعه، نماز 5 وقته، نماز عید درست نیست. یعنی این فتوای ملا یا مفتی نیست، بلکه این فتوای شریعت است. در مذهب ما قیاس گفتگی یعنی اصول است، از همان گرفته می شود. غیر از آن در این ایام باید هر کس فتوا ندهد. در شبکه‌های اینترنتی هر کی فتوا میدهند و سبب اختلاف می شود، باید از آن خودداری کنند. از روی عادت و عنعنه‌های تاجیکان در عرفه عید رمضان و قربان عیادت شخصانی کلانسال برجا مانده، تازه نمودن قبرها در قبرستانها گذرانیده میشد. و جا آوردن این عملها را امسال شورای علما منع کرده است. این عملها در موضع‌های سرآدم برگزار میگشت برای پیشگیری از احتمالیت خروج کردن بیماری‌های سرایتی و کرونا ویروس. عیادت نیز موقتاً قطع کرده شد. امسال درها را مثلا صاحبان میت باید دروازه هاشون را گشاده نمانند، یا که در گشاده به کرسی ها و استول کرده یا تلقا میکنیم، گفته که چیزها را باید نکنند، زیرا سببی جمع شدن مردم می شود. این فایده مردم نیست. غیر از اون آدمانی که به فاتحه می رفتند پیش از عید، یعنی روز عرفه و روز عید، باید به فاتحه خوانی نروند. صاحبای میت هم خفه نمی شوند و آدمانی که به فاتحه نرفته‌اند خویش و اقربا است، خدا انده هستند، هیچ وقت خجالت نباشند که ما به فاتحه نرفتیم. می توانند که با طریق تلفن یک تلفن کرده دلبرداری کنند، گویند که برادر من شرایط همین خیلی بوده است، اکنون رفتن نمی توانیم، در خانه نشسته در حقشان دعا میکنیم گویید، یعنی کفایه است. یعنی در بدر گشتن این سال نیست. شورای علمای مرکزی اسلامی جمهوری تاجیکستان صدقه فطر را برای هر یک نفر 5 سامانی معین کرده است.
صدقه فطر اساساً به شخصان احتیاجمند و بی‌پرستار داده می شود. این عمل را به خاطر خیر و احسانکاری همه‌ساله در عرفه عید رمضان می توانند هر عائله به راه مانند. امسال نیز هم صدقه فطر و هم زکات از روی حساب و کتاب به شخصان احتیاجمند سپریده می شود. صدقه فطر رو این البته عبادت مالی هست. شورای علما معین کرده است که برای هر یک نفر 5 سامانی صدقه فطر داده می شود. امروز وقتی صدقه فطر دادن است، یعنی شما می توانید که به همان آدمان کم‌بضاعت، یتیم و بیچارگان مثل هر ساله صدقه فطرتان را سپارید. غیر از آن زکات هست. زکات را باید تا پیش از نماز زکات را مردم حساب و کتاب کنند، زکاتشان را دهند. کسانی که آنها صاحبی پول و مال هستند باید از 41 یعنی از 40,000 1,000 از 20,500 سامانی باید زکات دهند. خصوصا این زکات امسال من چنانه که به همگان معلوم است صورت حساب‌های مخصوص گشاده شده است برای پیشگیری و معالجه این وبایی که در دنیا هست، بتوانند که زکاتشان را به آنجا گذرانند. خلاصه این است که باید هر یکی ما روز یکشنبه دانیم که در مسجدها نماز عید برپا نمی شود. در وقت نماز در خانه ها نشسته و دعای فاتحه و ذکر و تلاوت مشغول می شویم و در حق این بیماری دعا می کنیم که پروردگار این بیماری را خودش از روی زمین بردارد. گزارش مفنوش کرو و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.